من چت شما رو میخونم، تمام تمرکزم میریزه به هم که اینقدر که داری دیس منو میکنی. اینقدر منو دیس نکنی بابا، دیس نکنی منو. من مادر این حرکتو. هر شب کارتون شده اسکل کردن من. خیلی بدی، نمیخوام اصلا، خیلی بدی. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به استریم من. بچه‌ها من هر دفعه قبل از اینکه استریمو شروع بکنم یه آهنگ، یه قطعه موزیک فاخر همیشه میذارم، تقدیم میکنمش به همه و بعد شروع میکنم بازی رو رفتن. اوکی؟ پس من الان میریم این قطعه فاخر رو گوش میدیم، لذت میبریم، دردامون رو میذاریم کنار، یه ذره ریلکس و آرامش میکنیم، میریم تو بازی. اوکی بریم. داره بالای 18 سال میشه، بهتری که اینجا این بازی. خب خوشتون اومد؟ قطعه فاخر رو دوست داشتین؟ بریم سراغ بازی. شروع شد، نوشته ها شروع شد. بریم دیگه. امیدوارم اینو دیگه مثل دیشب تکرار نشه. فعلا سنگمون اینه. بریم ببینیم چیکار میکنیم. من فقط اولین بار دارم این بازی رو میرم یه ذره طول میکشه کنترلش بیاد دستم. چه لخته. بیا این که خیلی آسونه، اصلا میدونم. آخه چرا وسط داستان میگی کن؟ شروع شد. بچه 2 دقیقه وایسی، من الان نوبی در میام. من اولین بار این بازی رو دارم میرم. اوکی. آقا من میخوام یه کاری کنم، از فکرم استفاده کنم. خب این بازی ها یا با چیز میشه رفت، با دسته رو من بزنم بهش برم. من با دسته برم رفتم همینجوری میرم. این دسته میخوره بهش یا نمیخوره بهش؟ به من بگین بچه. خیلی ریلکس. این همه سختیش به خاطر اون موس و کیبوردشه. حالشو بر هوشو دیدی؟ ذکاوت حال کردین؟ دیگه یه شب 2 شب دیگه بازی اینجوری برم پریودم تمام. بریم برای 20 ثانیه بعدی. تایم داری میگیری من بیفتم. من فکر کنم اون لایو دیروز که راجع به سادیس داشتم صحبت میکردم تو داری. الان تو لحظه شماره میکنی من بیفتم. داری منو کرم میریزی شایان، داری منو کرم میریزی که من استرس بشم بیفتم. واقعا چرا الان همه منتظرم من اینو ببازم؟ من دیگه دسته گذاشتم. بری بیام. فاک 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 فاک. فقط خوب دارم میرم. دهنش سرویس. برو در رو همین، برو دیگه، برو خیاری، برو دیگه. وای نه نه. خیلی خوب. میبری. یه نفر اینجا به من گفت من میبرم، بقیه همه منتظرن من ببازم. آقا من این گویه رو چرا نمیتونم رد کنم از این؟ برو دیگه، برو دیگه. میکنمشون تو. تونستم. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. نکن.
باک نده. خوب چشم نمیبینه. دیدی رفت تو چوب. بچه هم که منتظر که این فقط سقوط کنه. اصلا آرزوی موفقیتی ما نمیبینیم اینجا. هرچی سادیست ریخته دوراور من. ولی قلقش دستم اومد. قلقش دستم اومد. نه دیگه دستم اومد. هیوی گویگه نداره. شاید منتظری ببازم ها. مدیوس همه شرط میبندن روی که من میبازم. اصلا کسی شرط نمیبنده که من میبرم. همه رو باخت من شرط میبندن. این چه شرط بندیه گذاشتی؟ بابا دهن تو. ای وای. میخواد پایین بره میره. برو روی بپر اون. کاش من میتونستم فوش بدم. به خدا من فوش نمیدم به همه جام فشار میاد. شرط بدی گذاشتی. هیچکی رو برد من نمیبنده دیگه. یه مشت سادیسی دور منو گرفتن. تو باشی اینجوری منو نخوای تحقیر کنی. سادیستی که از تحقیر کردن من لذت میبری. نه شایا دهنتو ببند. میگه اندروتیت رو میخرم. بذار راجع به اندروتیت کثافت لجن صحبت بکنم. ببین من واقعا پسری که اسطورش اندروتیت باشه اصلا نه تنها کنسله. خب نه تنها کنسله، دیگه لیاقت مردن داره. پسری که اندروتیت رو چیز میدونه، اسطوره میدونه، کنسله. آفرین وحید، آفرین. آره اگه بخوای اندروتیت رو بخری اون بحثش جداه، ولی اگه بخوای مثل اون باشی کنسل. اندروتیت من چیز نکرد. این اندروتیت میدونی چیه؟ نشونه اندیشه راسته. ببین ما دیشب داشتیم راجع به اندیشه چپ و نیچه و این داستانا صحبت می‌کردیم. خب بچه‌ها من حرف میزنم خیلی راحت بازی رو میرم جلو. نمیدونم این چیه داستانش. خیلی عجیبه. اینو داشتم میگفتم. اندروتیت نشونه اندیشه راسته. اوکی؟ چون شما زن ستیزی به وفور بازم خیلی عجیبه. شما هم اندیشه راست هم اندیشه چپ زن ستیزی رو میتونی ببینی. میدونی شما یه خط میمونه. کلا اندیشه چپ و راست عین یه خط میمونه که از اون ور دایره به هم دیگه میرسن. خورشید پشتش به ماست. نه ولی جدی از کشش بدی، یعنی بری چپ و تا ته میخوری به راست رو بری تا ته میخوری به چپ. اندروتیت الان نشونه بارز یه اندیشه راسته. مادرش شد من جلوتر میرم. گرفتمش خورد اون وایسا دیگه، رفت تا ته دیگه. خوبه تا ته نیومد، گرفتمش. بچه ها من واقعا وقتی فوکوسم رو گیم ور میدارم گیمو میرم. چجوریه؟ ببین باور کنید حرکت رو دوباره نمیتونم تکرار کنم. از نیمرخ گرفتم چرخوندم. اولین و آخرین باری بود که این کار کردم. کاملا تخمی تخیلی و شانسی این کارو کردم. هیچ چیزی هم نداشت. سرمایه گذاری فارکس، سرمایه گذاری رو باخت دیدی؟ عالی بود. اینو بده این ور. من نیم کره چپ و راست مغزم به خدا داره میگوزه. دیدی داره بازی میکنه. شما رو باخته من شرط بستین. هنوز یه نفر تو این دنیا هست که به من ایمان داره، اونم خودمم. دمم گرم.
اینم یه شیشکی. نه دفکه اسکول خرد احمق. فاک بچه یه نفر بود رو برد من شرط بسته باشه. یه نفر بود. میخوام ببینم یه نفر. من یه یار دارم. ایلان ماسک کجا؟ یه یار ندارم من. یه به قول چیزا یعنی یه نفر پشت من نیست. بچه یعنی یه نفر رو برد من که من دقیقا یه مرحله رو برم شرط نه مثلا یکیشو برم. یعنی یه نفر اصلا کسی گوش نمیده من چی دارم میگم. واسه سقوط بعدی من شرط بستم. یا خدا شما خیلی سادیست دارین. الان تو رویه منو ضعیف میکنی. از ضعیف شدنش هرس خوردن من لذت میبرین. آره حالا که بردم. ببین من بخوام سادیست بازی در بیارم خیلی سادیست تر از این حرفا. دیدی ما دوست داریم تو ببریم وایزم هر کی به فکر خب بابا رو باه دوست داره من ببرم رو برد من شرط به من. عجب آدم بچه پر رویه. رو برد من شرط به من. بذار من یه ذره احساس قدرت کنم. من نمیخوام دهنم رو باز کنم ولی نشاشیده شب درازه. آقا دانیال دانی شرط رو میبازین نه؟ الو ایلان داشت. آره ای فاک ای وای من نمیذارم. من شرط رو من به شماها نمیبازم. من هرس شرطی که شما بستین نمیبازم. آهان دیدی حالا دیدی وای نذاش. ای وای نه شد. آخه نیفتاد زایه شد. این مثل چی؟ نخه دیگه تموم شد. حالا که خود اندرو تیت خود ایلان ماسک شما رو خرید 10 بار فروخت. اینجا چقدر سخته رو این پلچوبیه چیز کردنش. بچه ها پریدم. استوپشو بزن. من نمیدونستم تا الان میتونم بپرم. چرا هیچکی بهم نمیگفت بپر؟ خیلی شما سادیست دارین. یعنی واقعا که خیلی واقعا. آخه این چه حرکت خوبی یاد گرفتم. من غلط کردم. اصلا دیگه تموم شد. من دیگه بس کارو در آوردم. پریدنه کارو در آورد و شماها که نمیگفتین فقط دم اون یه نفری که گفت اگه من چشم ندید گرد. این به فاک رفت. دهنتونو خیلی بدین. من خیلی ناراحتم. خیلی تا اون بالا رفته بودم. من چت شما رو میخونم تمام تمرکزم میریزه به هم. اینقدر که دارید دیست منو میکنین. اینقدر منو دیست نکنین بابا. دیست نکنین منو. شما همون جوری که دارید برنامه ریزی میکنید واسه دلار و یوروتون دارید میبینین که من دارم بازی رو میرم دیگه. بچه ها من دیگه نکن. حال که حال میکنین ها. آرزوهاتون حسودیاتون به ایلان ماسک رو دارین میبینین دیگه. شایان بسه. 2 دقیقه دیگه شرط هستم من نیازم. عجب بابا اینا دیگه کیان؟ همجور که میبینین بقیه حمایت کننده دارن. منم حمایت کننده دارم. رو باخت من شرط میبندن.
گم شو خیلی شما بدی. اونجا گیر کرد گیر کرد. خوب شد، خیلی نرفت از اول. خوبه اینجا باز خوبه، امیدی هست. من حتما بعد این وسط ببرم دیگه. دوباره تو صورت من زد دیگه. اون چی بود؟ خیلی رفته بودم بالا. آره خیلی استرس داره، مخصوصا که یه سری آدم اینجا باشن که هم تکشون دنبال اینن که تو اینجا بیفته پایین اذیت چی هرس بخواسته. دنبال نیستم من بازی رو برم میگن آفرین دیدی تو تونستی، تو اینجا رو رد کردی، دمت گرم. دقیقا برعکسه. دیدی افتاد، دیدی شرط آوردین رو نتونستن من شرط میبندن. واقعا مرسی بهراد که همراهی داری میکنی. منم قلبم داره میاد تو دهنم، ولی اینا با خیلی راحت نشستن رو باخت من شرط بستن. حال میکنین چه قشنگ دارم اینو میبرم جلو. سق سیاه مرسی. برو. من مادر این حرکت رو فاک بچه خیلی بد اومدین به من ناامیدی میدین. من گریم در میاد. نمیدونی من چه هرسی میخورم تا اون بالا میریزه. به خدا میافتم پایین ناراحت میشم. این همه حمالی کردم از اول، بعد تا میافته شما خوشحالی میکنی. این خیلی سادیستیکه این حرکت. نذارین من برم رو تحلیل بالا منبر روانشناسی ها، بعد اون واقع که ناراحت میشین. بالاخره تو تیم منی یا تو تیم شایانی؟ انتخاب کن تو تیم اون بقیه‌ای که شاید رو باخت منن یا تو تیم منی. ایران داره واسه میشوره. وای من چت شما رو بخونم میافتم. من نباید چت شما رو بخونم، تمام امیدم رو از دست میدم. باور کن به رب داره ها. دیدی مثلا میرن مثلا فوتبال برگزار میکنن، استادیوم خالیه بدون تماشاچی، مثلا جریمه میکنن تیم رو بدون تماشاچی، مثلا چیز خیلی تو روحیه اثر میذاره. یا مثلا تماشاچی تیم طرف مثلا فوش خارمادر میده به این یکی تیم، واقعا رو بازی اثر میذاره. شاید شرط رو باخته و میبندی ببر، ولی انگولک نکن از نظر روانی مغز منو. بذار برم. خوشحالیاتو تو چت نگو. اون لحظه ای که میخوام دارم میافتم تو بمون تو پول غرق بودن چه حسی داره. وای خدا تو داری منو شکنجه میکنی. اشتباه گرفتی. ببین من شکنجه لذت نمیبرم. اشتباه گرفتی. من خودم شکنجه میکنم عزیزم. الان که دوباره رفتم اون بالا، ببین دوباره منو عصبی کردی. الان که رفتم اون بالا میفهمی یعنی چی. تو رو خدا انقدر منو دیس نکنین تو چتا. نمیتونم حتی یه ذره‌ام برم بالا. یه نفر نیست به جز دانیال و شایان بیاد تو چت بگه دیدی تو میتونی. همین یه نفر. یعنی من یه دونه طرفدار ندارم، یه نفر ندارم بهم بگه تو میتونی. بابا شرط نبندن.
اصلا رو برد من نمیخوام کسی. آقا رو برد من شرط نبندی، فقط بگید میتونی، همین. اصلا شرط نبندی رو برد من، یه امید بدین. نیازی نیست حتما تو شرط بندی شرکت کنی. خیلی بامزه دانیال، واقعا اصلا از خنده مردم. خیلی بانمکی. ببین من دارم به من عصبی بشم میافتم. نکنین با من این کارو. آره میتونستم، اینقدری که اینا چرت پرت نوشتن منو تحقیر کردن، از تحقیر من لذت بردن، من عصبی شدم. من دست پلیرم، همینه کرد. اصلا هم خیلی بده میگن نمیدونم کسایی که دست پلیرن نوبه. یه موقع اصلا این سیستم و این داستانا نبود، بعد کنسول میگرفتی بازی میکردی. ما قدیمی، ما دست پلیریم. شوتر نمیرم که، شوتر بخوام بازی کنم باید موس میرم، با کیبورد میرم. الان دارم شوتر بازی نمیکنم که. ببین یه نفر تشویق میکنه آدمو چقدر از نظر روانی تاثیر داره. دیدی؟ اصلا دوتایی نشستن منو تخریب میکردن، من اصلا تا همینجام دیگه نمیتونستم بیام بالا. بچه ها امکان داره بعد از این که من این چوبرم من دیگه بچه ها چون شماها دیس میکنین من یه تیکه چت شما رو نخواهم خون تا یه تیکه رو رد کنم، بخونم افتادم. یا از نظر ذهنی شکلی هم دیگه میخوام رد کنم. نخوره به این. من بچه ها چتتون رو نمیتونم بخونم چون بخونم افتادم. شماها دیس میکنیم به جای اینکه تشویق بکنیم. نکن دیگه، من نمیسم. بابا اون دهنو گوه میخوره تو صورت من. گرفتمش. هر دفعه من چتو خوندم بچه ها، من دیگه الان فعلا چتو نمیخونم تا اینو برم چون دیس میکنین شماها. بچه ها میبینین دیگه چت نخوندن چه تأثیری داره. ببینین از نظر روانی دیس کردن یه نفر چه تأثیری داره دیگه. فقط نمیخونمتون، همین. میگه ببین چه تحقیری داره میکنه. میگه بچه ها هیچی نگید، یعنی بدونه که بخونم میفته میبازه. بیا دیدی تونستم، دیدی این به این آسونی. بیا حالشو بردی؟ نه حالشو بردی؟ آخ بچه ها این بذار نه من صف. چقدر خوب، هیچی نشد. چقدر خوب. دم به دقیقه لای اینا میرم چیزی نمیشه. شایان نباید 2 دقیقه تو رو میخوندم. نباید 2 دقیقه اینو میخوندم. چه اشتباهی کردم. چی شد؟ نیفت فایان. چرا اونو مینویسی؟ چرا اون 2 دقیقه گوه من میخونم وقتی تو مینویسی؟ نمیخوام اصلا. به چه انی خورد که از اونقدر پرید؟ بچه ها یس نرفته اول بازی. نرفت اول بازی. خیلی خوشحال شدم. به واقعا حالش نشدم از اول بیارمش. بذار ببینم استیم چی شده. هیچ نوتیفیکیشنی ندارم. خیلی بدی بابا، شما خیلی بدی مدیوس. هر شب کارتون شده اسکول کردن من. خیلی بدی.
حسن خیلی بدی، خیلی بدی. من عصبی شدم. چقدر بدی. آها سر ایسکا کردن منم شما شرط بسته بودی؟ یه جوری زندگی ایسکاتون کنه. حالا من به کارما مارما اعتقاد ندارم، ولی بالاخره که از الان تا آخر عمرتون که زنده این میخواین برین تو خاک که یه بار ایسکا میشین، که دهنتون یه بار سرویس میشه، که اون روز یاد من بیافتین. فقط کارما هم نیست، من به این اعتقاد ندارم، ولی یه دفعه آدم بخواد یه کونپارگی براش پیش میاد تا قبل مردنش که بره زیر خاک. کارما منو بگیره. شما منو ایسکا کردین، دیس کردین، دهن منو سرویس کردین، کارما باز منو بگیره. آقا من اصلا به کارما توسل نکردم. اولش هم گفتم اعتقادی به کارما من ندارم. گفتم ولی یه دهنی سرویس میشه ازتون دیگه تا قبل از اینکه برین زیر خاک اشهدتون رو یکی برات چیز بخونه، چی میگن، فاتحتون رو بخونه، یه بگاهی براتون پیش میاد دیگه. اون روز من بیافتین. هرسی که من خوردم. چقدر سادیست دارن پسرا. وای فروید راست میگه. نه منظور اون سادیستی که مریضگونه باشه ها، ولی معمولا آقایون حالت سادیستیک دارن دیگه. از یه حدی شروع میشه تا هی شدید و شدیدتر میشه. شما الان 50% سادیست رو دارین. من هرس خوردم لذت همه وجودتون چیز شد. ببین هیچ چیز از اون صحنه سادیستی تر و بدتر نبود که من خوردم این سنگه داشت میرفت پایین و شایان نوشت بهترین استریم زندگی بود. یکی این خیلی اذیتم کرد، یکی مدیوس که من وسط استریم بود تو چیز، من اصلا یاد مدیوس میافتم میبازم، نباید بهش فکر کنم. ببین چی کار کردی با من مدیوس؟ من یاد حرکتت بیافتم میبازم. مدیوس چرا این کارو اصلا نباید راجع به حرکتت حرف بزنم. به خاطر اینکه ببین تمرکز میخواد این بازی، بعد آروم باشی. این نیمکره چپ و راست تو باید حواست بهش باشه، تمرکز بکنی. این حرکت تو یه جوری رید به تمرکز کردن و اعصاب من، تو یادم میفته نمیتونم برم، اصلا نمیتونم. همین الانم نمیتونم برم اول باز، بعد دیگه بهش فکر نکنم. آره نه وقتی یه دونه دختری 5 تا پسر اونجا نشستن با هم دیگه تیم شدن دیست دارن میکنن، ذهنیت یعنی آرامش در همون پله. من اومدم پرهزینه ترین استریم توییچ. بچه ها خوش اومدین همگی. از اینجا به بعد من کلن چت شایان رو نخواهم خوند، نه چت مدیوس رو میخونم نه چت شایان رو. این از این یه تیکه به بعد تمومه. بقیه رو حالا یه نگاه ببینم اون رنگ سبز رو ببینم با رنگ چیز نمیخونم. شایان جاستین جوشی فاست خیلی بدی. میگه بیا بولیش کنی. چقدر پرروه، چقدر سادیست داشته. دقیقا فاز استوبگو دارم که خودش از خودش تشکر میکرد. دیدی تو میتونی، دیدی قربونت برم من، تو میتونی. اصلم چیگرم، خیلی هم تو باهوشی شما. چه دختر خوبی هستی شما، عزیز دلم. شما میتونی. گوگولی جیگولی. ببین دیدی دختر خوب
چه دختر خوبی هستی شما. آفرین برنده شما. والا خودم به خودم امید بدم. My sweetie you can do it. مرسی شایان. نمیتونم بفهمم معنی چت تو رترو امیر. اینقدر خودت تعریف کردی سنگی گفت برای ان بزنم به گیم. نفهمیدم منظورت اصلا چیه. به این بیناموس بگی من لاکی نیستم. خیلی هم بلدم. I'm not lucky. I have experience. اسماگل. یه ذرم که ما میبریم و بیزاره پای شانس. واقعا مرد ایرانی خارجی نداره. من فکر میکردم خارجی ها بهترن. خیلی بدتر کوبید منو. چقدر خوش. یعنی همین یه ذرم که تونستم بیام گفت چقدر خوش شانسه. دخترها که میزنن پشت هم، پسرام که با هم تیم میشن علیه. هیچکی پشت من نیست. خودم پشت خودمم. خودم پشت خودمم. الان میبرم. بیا پسی که این چوبه میزنه به من از 100 تا پشت خار و مادر بدتره. اینطوری میکنه کنترل منو. آخ بذار من اینجا رو رد شم. بذار من اینجا رو رد شم. آخ وای باز من اشتباه کردم. شایانو خوندم نوشته یه دقیقه. نمیشه. یعنی چی؟ هر دفعه فکر کردی تو یه چیزی مینویسی من میبازم. برو بابا برو ولمون کن. بیا بیا. دیدی رد کردن؟ نشد. هر چی جوری بود نشد. داشت میشد نشد. دیگه بسته دیگه. هر چیزی تا یه حدی دیگه. داداشم اسنوپ داگ. اینجا دیگه آسونه. این خیلی مسخره است. میگه میدونم دارم چی کار میکنم. چی کار داری میکنی؟ نکن من استرس گرفتم. تو چی میدونی از جلوتر این بازی که الان داری منو میترسونی؟ وای جلو. نه چی شد؟ چرا نمیدونم من؟ آخ وایساد وایساده بود. یارو شوتش کرد. وای حالا دیس اینو من چی کار کنم؟ ویمن دیس این خارجی رو من چی کار کنم؟ اضافه شده. سوزشش هم بیشتر از شما هاست. بچه یه جایی به بعد انگشت آدم چیز میزنه. بی تربیتیه نمیتونم بگم. میگه دارم چیپس میخورم. نکن شاید با من این کارو. نه برو همون سنگه گیر کن. خوبه. نه خیلی نخوره از این ور. این سنگه خیلی خوبه ها اینجا گذاشته ها. آره کاش که واقعا یه چک پوینت داشت. این خیلی بده میره از اول. دهنم سرویس شد. دیدی شایان دیگه دیس نکردی من دارم راحت میرم. آفرین پسر خوب. راحت چیپست ها بخور. ببین چقدر چیپست خوشمزه است.
مثلا اگر من مثلا حالا تهدید میکنی، حالا من ادامه بدم چی کار میخوای بکنی؟ دورم بهت هشدار میدم. چی میدی بابا؟ 2 دفعه حالا ما یه چیزیمون شده بهش چی شده؟ بچه ها این یه بار رو میرم، خدا وکیلی بار آخره، برگرده پایین دیگه خدافزی میکنم، چون دیگه ساعتم 1 رو به منم هم قلبم درد گرفت، هم عضلات شکمم درد گرفت. از اینجا به بعدش رو دیگه اون مخصوصا اون بمبیه میگم این دیگه دفعه آخر میام، خیلی هم با خوابالودگی دارم میام. اون رو دیگه من سیکیم تو خیالی دارم ردش میکنم دیگه همه چیو. بچه اینو رد کنم برم رو مینا. برو نکنی. آخ از کجا آوردم این شانسو؟ اینو شانسی رد کردم. به من خیلی عادلانه میگم که خیلی خوب رد شو، رد. بذار این چیزشم بکنه، این چیز داستانشم بره. خیلی خوب برو دیگه با نستا دیگه بابا. الان بعد وایسم. خیلی سربالای کجیه. رد شو. خودم هولش دادم، پام خورد. خوبه زیاد نیفتاد. بیا الان من این وسط ردش میکنم، اصلا هم کاری با اون پرش اونا ندارم. واقعا داره بردهداری رو شبیه سازی میکنه. دیگه این زورای آخرمه بچه ها، دارم میرم. واقعا مثلا قیافم معلومه چه دهنی ازم سرویس شد، مخصوصا که هیچ پشتوانه ای نداشتم، یه تشویقی، یه اونکی که منو اسکول کرده فرستاده تو استیم، اینکی که نمیدونم داره پولای شرطشو میشموره، نگاه بالا به پایین ابزاری. نه دیگه این دفعه رو میرم، میگم اگر این برگشت عقب، هر چند برگشت عقب دیگه ولش میکنم، چون اصلا دست و بال من درد گرفت. میدونی دست و بال من، خود من انگار این سنگر رو حمل کردم، یه اینجوری دهنم سرویس شده. بچه‌ها قشنگ قبل خواب با یه آرامشی ما این بازی رو میریم، خیلی هم قشنگ. یکی به من بگه من اگه این مرحله بمبا رو تموم کنم این مرحله تموم میشه؟ اونجا باید برم، از اونجا باید برم. رفت جلو، رفت پایین. بگیرش، بگیر دیگه، هول نکن. خوب جای گرفتم ولی یه بمب ترکید، فکر کنم اون بمبه دیگه ترکیده. دیدی شد؟ ای وای. خیلی خوب بچه ها. جاش خوبه.
از این دسته من چرا کار نمیکنه؟ دستم چرا کار نمیکنه داداش؟ اونجا بوده دستم کار نکرد برم دنبالش. آره دیدی دسته رو دقیقا یه جای خوبی وایستاد، باز میتونستم بهش برسم ولی دیگه چیز شد دیگه. اصلا خسته شدم اصلا اینگاه من بلند کردم اون سنگو. بعدش هم اصلا من واقعا الان از چی تشکر بکنم؟ من از کسایی که توی این لایو بودن، تماشا کردن، منو دیس نکردن، اونایی که زحمت کشیدن منو دونیت کردن، ازتون واقعا ممنونم. مرسی که اومدین. کسایی که منو دیس کردن نمیدونم واقعا کسایی که منو دیس کردن و بعد بهشون چی بگم. خب بچه خیلی شب خوبی بود، خیلی خندیدیم، شوخی کردیم، کیف کردیم، حال کردیم. از حرص من تحقیر منم که لذت بردین. من بعدا میام یه لایو میذارم فقط راجع به همین قضیه صحبت میکنم، روانشناسی رو میرم، یعنی بازی هم نمی کنم، فقط میخوام تخریب کنم برم. مرسی نیما، شب بخیر بچه ها، شب بخیر، مراقب خودتون باشید. خیلی خوش گذشت. خدافظ، بای بای.